زمین نوآوری ها. من از تبار اصیلزادگان فارسم. درود میگویم پدران و مادران و اجداد و نیاکانم که در خاک فارس آرمیده اند. من سجل کهنه 7000 ساله قدیمی این سرزمین پاسارگادم. من کلید فارس اقلیدم، پایتخت منبت جهان آباده‌ام. نقش و نگارها و حکاکی‌های تخت جمشید را بر پیکره مردمانش بتراشید که در آن همه نقوش شریفند و محترم. بر سفالها و طلاکاری‌ها و حکاکی‌های هخامنشی و ساسانی نقش و نگارهایی است که پیام آن صلح و دوستی به جهان بشریت است. نقش بر دسته های نقش رستم یادآور ماجرای زانو زدن امپراتور روم مقابل شاپور ساسانی است. من غیرت مردان ایل قشقایی بر سر خاک و ناموس و برنوام. من پلهای زنان نجیب ایل ممسنیم. من دلاوری مردان و اصالت زنان ایل خمسه ام. من عشایر سربلند فارسم. سنگ نوشته های بیشابور و معبد آناهیتای کازرونم. در شاهنامه فردوسی از جهرم به عنوان منطقه امن برای امپراتور هخامنشی یاد شده است. جهاندار دارا به جهرم رسید که آنجا بودی گنجها را کلید. ساروج و سنگلاشه های روگشی از گچ سفید کاخ اردشیر بابکانم. در پهنه جغرافیای فارس از شمال با اصفهان دست داده، از خاور با یزد و کرمان، از باختر دستان بویرحمن